روغن کنجد در ولسوالی صنعتی آقچه هنوز هم با روش کهن استخراج می شود. یکی از کسبکاران این صنعت که سالهای سال از گرد این جواز برای استخراج روغن می چرخد می گوید این صنعت برای او از پدرش به ارث مانده است که به طور میانگین روزانه 25 کیلو روغن از کنجد استخراج نموده در کنار تأمین نیازهای مردم و نظر به تقاضا به کشورهای دیگر میفرستد. شهر جوال هیدیون من داغن یاغlar gittiyor ki kavul gittiyor. Bram dektarlar akitiyor nama akitiyor. Hindistan akitiyor. Şunyanın namalar olup bu cuvadımızın namasını aydı geçsek 3 saatte çıkıyor bu cuvadımızda. Misal bir yarım saatte ya kuncu pille haydalıyor. Bir yarım saatten sonra ya deşlerinden sonra haydalıyor. Şunyan böyle özlemimiz vazifemiz şöyle. Her yerlerde her dostlarımız ki xahiş etse bundan istifade edebilir. فروشندگان روغن کنجد در ولسوالی آقچه میگویند در این اواخر قیمت این روغن نسبت به روزهای دیگر کاهش یافته و 1 کیلوی آن به 230 افغانی رسیده است. به گفته ای از آنها بنابر قیمت بودن روغن کنجد اکثر باشندگان این محل به طور وافر از روغنهای پنبه‌دانه و نباتی استفاده می کنند. روغن کنجد هم خوب است، در 230 افغانی کیلوش به فروش میرسه. مردم تقاضیش خوب هستن ولیکن دیگه نرخ کم که قیمت تر است. دیگه پنبه‌دانه را خوب تر میخره و زغر است میخرن. روغنای کنجد میره طرفای خارج هم میره خوب است. مردم آخشه مثلا ضعیف راه شده اونده اون چی استفاده قلال میده کیزو تزوفه قیمت دیگه یاغلا مقابل ارزان راه شیکت یاغ برز 20 روپیه زغر یاغ با وطنی برز 20 روپیه خارجی با 100 روپیه قزاقستان باز اولادن استفاده کرد. مردم ضعیف راه شده. از سوی هم یکی از آشپزان این ولسوالی میگوید قابل پلوی که با روغن کنجد تهیه می شود در کنار مفید بودن به صحت انسانها لذیذ و خوشمزه تر می باشد. با گفته ای از او از چند ماه بدین سو از روغن کنجد قابل پلو آماده می کنند و مشتریان زیادی را نیز پیدا کرده است. از روزی که روغن کنجد کردیم مشتریای ما خیلی زیاد است. ما تقریبا 2 ماه میشه که روغن کنجد از مواد خونه کتاباله در زمستان روغن کنجد تبدیل دادیم. بسیار مشتریای ما هم راضی است. خب مشتریای ما هم زیاد شده به قابل او. همچنان مشتریان مدعی اند اگر دولت در قسمت پروسس آن سرمایه گذاری بکند در کنار کاهش قیمت آن در بازارها به دسترس همگان نیز قرار می گیرد.